سیونیست هر تمیریشن فلسطینی دکه و غزه دکه هنک ولاتی جی دستگی ددن سیونیستان لدیجیوان ولاتان برتک هاتن نشانداین. وزارت کار در و آوستوریای شرمزار کر ایران جی دستگوان سیونیستان امزن امریکای شرمزار کر. لدیجی سیونیستان و دستگوان الوان برتک و نرازبون بردوام دکن. جی وزارت کاروبار در و ترکیه و لدیجی آوستوریای شرمزار کرن هات. بردف که وزارت کار هندر تانجو بلگیچ بیانات وزیر کار هندر آوستوریای کار نهامر شرمزار و رخ نکرد. وزیر کار هندر آوستوریای لدیجی ایریشن سیونیستین کل فلسطین تکرن د چرچوبای جین کو جبو ایریشان تن لدارخستن در حق ولاتن ما و سر جمهور مد بیانات والادان از وی که رد و شرمزار دکم. کارنامه مارگوتو بو کو اوریشن کل لدیجی سیونیستان تن کرن قریزا اسرائیل سبب زیده بناوان بیارانا جی ترکیه و اردوانه برتک و تبکیه که دنجی جی ایرانی هات. وزیر کار در ایرانی محمد جواد ظریف لدیجی دستک امریکای کدل سیونیستان برتک و تبکی نشانده. ظریف واگوت مهماتن که امریکای چه کرنه لسر خلک معصوم فلسطینی و تن باراندن. جبو امریکا هج بهتر زاروکن بگونه بکشتن بقاسی 735 میلیون دلاری فوزین حساس دا سیونیستان. برتک و نرازبونک دنجی جی قطری هات. قطر جبرکو سیونیستان آوایه هیوا سورا قطر لغازه بمباران کرد به شدت و تندی شرمزار کرد. د بیاناتا کوج طرف وزارت کار در و قطر و هات داین دا هات گوتن کو لغازه آلیکاریا انسانی و سازین آلیکاریت هدف کردن. اف ایلالا حق انسانان و بمپیکرنا حق و نرخ انسانیه. د بیانات دا هات گوتن اما انگه دکن کو بلا جواکا ناو نتوی حولا زدتر بده کو سیونیس ایدیل سیویلان روژنامه‌وانان و سازین آلیکاریا سیویل نخن و وی که شرمزار بکن. د بیانات قطر دا دستک هات داین برخودانا فلسطینه و هات گوتن قطر و تجاری دواره بردوام کرنا دعوا حق ابرای مسلمان فلسطینی ده جهر جوره آلیکاری و خونه ده پاش و هر تم دستکوان نوان به